سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سعی در قسمت ریلیشنشیپ وان تو وان ابتدا در قسمت ما آمدم یک دانه جدول استودنت و یک دانه جدول جاب جور کردم که اینا رو بتونم بین هم ریلیشنشیپ بدمش. استودنت مثلا نام داره، اگر ما بازش کنم نام داره، لاست نیم داره و یک دانه رفرنس برش میتیم با جدول جاب. اگر من اینجا جدول جاب رو باز کنم ببینید که جاب یک دانه جاب نیم داره خلاص. و در قسمت جدول استودنت میم رفرنس ما را اینجا برقرار میکنیم. انساینت بیگ انتیجر میتیم چون آیدی از نوع پرایمری هست، از خاطر این را برش میتیم و بعدا کلی اینجا فوریانش معرفی میکنیم. و در قسمت کلید خارجی ما اینجا هست جاب آیدی مثلا فوریان کی. خب برای فعلا همی جاب آیدی ما گذاشتیم و این از اینجا کپی گرفتمش و یک دانم در قسمت میتیمش و بعدا این با جدول جابز، یعنی جدول هست ببینید که اسمش جابز هست، این مایگریشن ما هست، درست جابز هست و اینجا میتیمش، درست. و بعدا این رفرنس مشخص میکنیم با چی باید رفرنس داشته باشه. با میگیم کلید خارجی از این آیدی از این. اگر ما در قسمت با سمت آیدی از این برم ببینید که از نوع بیگ انکرمنت اتوماتیکش هست، درست. اما کم دیگه هم اگر ما اگر پایین بیایم ببینید که می از نوع انساینت انتیجر هست. اگر پایین بیایم اینجا انساینت اسمال انتیجر هست و انساینت بیگ انتیجر هست. و دوباره پس آیدی شک اینجا دادیم. آندلت کاسکید میگیم. آندلت کاسکید در قسمت به این خاطر میتیم اگر از جدول استودنت اگر دیتا دیلیت شد هیچ کدام اتفاق نمیفتد، درست. اما اگر از جدول جاب کدام روی حذف شد باسی که ریلیشن داشته باشه با جدول استودنت بازی هم حذف میشه. از خاطر این کار نامعقول است. از خاطر باز بهترشی است که باسی را از نوع نلیبل بگیریمش و اینجایش هم باید برش میدارم و دوباره پس خب همون نل آن دلیت میگیریمش، درست. و دیگری که ابتدا میای خودت جدول جاب ایجاد میکنی. جدول جاب ایجاد کردی، یک اسم میتی برش و پیچ پارسن مایگریت میگی و جدول ایجاد میشه. ابتدا جدول پرنت باید ایجاد شود و بعدا جدول اسلاف باید ایجاد شود. این جدول که هست این جدول استودنت است و بعدا میای اینجا جدول استودنت میسازی، این دو خط قرار میتی و تمام و پیچ پارسن مایگریت میگی. و زمانی که جدول را که ساختی باز خودت میفهمیدی که مثلا باز چیزایی از ایران باید بسازی دیگه، مدلایش باید بسازی دیگه. من در قسمت مدل برم ببین که هم از جدول استودنت ما مدل داریم و هم از جدول باز جاب مدل داریم. و در جدول جاب میایم باز اینجا یک پابلیک فنکشن از نوع استودنت میگیریم. مدل چون ارتباطات خال برقرار شد اما در قسمت مدلان باید ایره باز برقرارش کنیم. از خاطر در اینجا یک پابلیک فنکشن از نوع استودنت میگیریم. این استودنت در جدول جاب میایم استودنت قرار میدیم و میگیم has1 میگیم و دوباره پس اینجا مدلش اینجا استفاده میکنیم و بعد هم کلید خارجی که بین از اینا بود بین از اینا برقرار کرده بودیم و در قسمت میتیمش. و در جدول استودنت اگر بریم در مدل استودنت بریم، خب من اینجا انتر میزنم ببین که اینجا می جاب میتیم. اینجا در جدول جاب میایم استودنت پابلیک فنکشنش نوشته میکنیم، در جدول استودنت که آمدیم جاب نوشته میکنیم و این میگیم تو یک ارتباط داری با جدول جاب اما با استفاده از اون کلید خارجی که ما اونجا استفاده کرده بودیم. خب حالا این ریلیشنشیپ های ما برقرار هست و بعدا میگه که این فنکشن ها رو اینجا اضافه میکنیم و
از اینکه ما دیتا رو انسرت میکنیم باید باز همون خانه‌ای که باید دیتا پر شوه رو باز اینجا می فیلیبلش میکنیم، مثلا نیم، لاست نیم و جاب آیدی و تمام دیگه. یا در قسمت ویوش اگر بریم اینجا من فولدر استودنت ساختیم، صفحات create edit index ساختیم و شروع ساختیم که استفادهش نکردم. و اینجا اگر در قسمت HTTP فولدر ازی بریم در قسمت کنترلر اگر بریم اینجا ما کنترلر استودنت ما برات ساختیم و کنترلر جاب هم ساختیم که چیزی میتود ندارم. کنترلر استودنت میتود داره کلش. در اینجا استودنت گفتیم و ویت گفتیم. تو یک ارتباط داری با جدول استودنت یا از نگاه اگر لودینگ اینا خیلی تاثیر داره خوب هست که باید باشه. ویت با جدول جاب تو در ارتباط هستی و گتش کردیم دیتای همیشه بر بگردون و ایره ویو به صفحه اندکس فرستاده میشه. یعنی به ریسورس قسمت اشاره میکنه. ریسورس ما که اینجا میشه این صفحه اندکس هست میشه با استفاده از کامپکت من دیتایی که در قسمت وریبل ذخیره کرده بودم و فرستادمش. اگر من این صفحه اندکس باز کنم این صفحه اندکس هست، چیز خاصی نیست. لینک به CSS بوتسترپ داره، یک دانم لینک به خاطر رفتن به صفحه کرید هست یا تیبل هست و در اینجا آمدیم یک دانه فوریج گذاشتیمش و یا مینی استودنت را که خودت میبینی از جدول کنترل این از اینجا از صفحه اندکس آمده اینجا آوردیمش داخل فوریج انداختیمش و یک وریبل دیگه انتخابش کردیم و اینجا دوباره پس آمدیم و این مقدار کلن که در اینجا که بود باز در اینجا هست و بعد ازش یک وریبل آیتم ساختیمش و اینجا آمدیم هر کدام از این را نمایش دادیم. و حالا بخوایم جدول جاب و دیتایش نمایش بدیم. ابتدا در قسمت خودمون نام جدول نوشته میکنیم. درست این نام اینی از کجا میاد؟ این از این مدل میاد. خب این استودنت ما اگه باز کنیم اینی از مدل میاد. میتونیم که حالا این را به شکل تکی نوشتهش کنیم، به شکل جمع نوشتهش کنیم، هیچ کدام مشکل نیست. و این جاب هست و این جاب نیم. این جاب نیم هم که حالا این اسمش هست، این جاب نیم است. مگه در قسمت دیتابیس از این مگه برم این تیبل جاب هم باز کنم ببینم که جاب یک دانه آیدی داره و یک دانه جاب نیم داریم که جاب نیم مثلا این آیتی از دیولپر است، تیچر است. ما اینجا اضافهش کردیم. اگر در جدول استودنت ما بریم بر فعلا کدام دیتایی نداریم، خالی است. مگر اینجا کدام دیتای اضافه کنم، مثلا اسمش نوشته میکنم احمد، مثلا سمری باشه و اینجا بیبی که می ریلیشنشیپ ما هست میگم این دیولپر هست. من اینجا ایجاد میکنم و این دیتا با ما اینجا ایجاد میشه. درست این دیتا با ما ایجاد شده. ما در قسمت از این فورینکی از این بیم اشاره میکنم به جدول جاب که آیدی سیومش میشه که دیولپر هست. یعنی دیولپر هست مستقیم در اینجا با ما میاره. خب یا می اندکس هست مگه این را رفرش کنم ببین که یه اینجا میایه و یا مگه بخش ما حالا اینجا ما وارد روت شوم. این هم کلن همی روتایی است که ما اینجا نوشته کردیم. یا روتا میشه روت اندکس باید برکنم از اینا نیم بدیم. create, store, destroy, edit و اپدیت و شو هم که کارش نکردیم که تاکه میتونیم دیتا رو با سیکشن نمایش بدیم. خب یا مثلا روت میشه. اینجا ما روت گرفتیم student.destroy. خب student.destroy کدام است؟ اگر من در قسمت برم اینی روت destroy است که ما اینجا دادیم. اینی روت destroy هست از نوع چی get هست و یک دانم پارامتر از نوع آیدی میخوره در قسمت و اینی هم آیدی است که باید قسمت قالب آرایی باز برش بفرستیم و همچنان edit هست یا edit هست که به صفحه edit میبره ما را و تمام کدام گپ نداره. مگه صفحه کرید برم صفحه کرید با ما میاره یا در قسمت ما برم این صفحه کرید هست. اینجا آمدیم یک دانه
همین جاب هایی که هست کلش گرفتیم داخل از این وریبل ذخیره کردیم. درست داخل از این وریبل ذخیره کردیم. من اینجا اگر بیایم دیدی کنمش، دیدی جاب و ذخیرهش میکنم و اگر یک بار رفرش کنم تمام دیتای جاب ما که هست اینجا با ما باز نمایش میده. مثلا اینجا بیایم اتریبیوت هایش آیتی هست و اگر ایدیکیشن ما باز کنم بیبی که دیگهش باز دیولوپر هست. درست همین جدول همین دیتایش اینجا باز و ما میاره نمایش میده. پس ما ایره گرفتیم نمایشش دادیم. درست و ایره که نمایش دادیم به صفحه کریت اگر بریم این به صفحه کریت هست، این فرم ما سکشنش راست به صفحه اینجا به فکشن استور ما اشاره میکنه. این فکشن استور ما میشه. این فکشن استور ما هستن و دلار ریکوست اینا رو میکنه اینجا اضافهش کردیم چون از طریق ریکوست ها رد و بدل میشه دیتا. و اینجا ما 30 صارف هم توکن هم انداختیم. مسائل امنیتیش هست که باید پردیم بدون از هیچ راه نمیشه. و اینجا ما آمدیم اینپوت هست نیم برش دادیم، لاست نیم برش دادیم و دیگه اینجا آمدیم از سلکت کارش گرفتیم. اینجا امو جاب آیدی رو دادیم. این جاب آیدی امو چیزی است که ما در قسمت مایگریشن برش علاوه کرده بودیم. این جاب آیدی رو اینجا برش دادیم. درست این آیدی هم که به ما کار نیسته و اینجا آمدیم فوریج برش انداختیم. این فوریج یعنی جاب را که خودت میبینید در قسمت وریبلشه اینی وریبل است. اینجا آمدیم دیتایش نمایش دادیم. دیتایش نمایش دادیم در ولیوش آیدیش انداختیم و اینیش هم نمیشه نمایش دادیم. اگر من در قسمت بر بگردم بیا کجا شدیم من این را دوباره رفرش میگم بر بگردم اینی است که تمام دیتایی که داشته باشیم اینجا باز و ما میایم اگر اینجا برم یک دانه دیگه دیتا اضافه کنم. مثلا اضافه میکنم تیچر. درست تیچر اضافه میکنم بیبی که باز اینجا باز رفرش کردم همین دیتای تیچر اینجا با ما میاره. اینجا آمد. خب مگه اینجا یک دیت سمیر نوشته میکنم سمیر وری باشه ایشم پوزیشن شما انتخاب میکنم تیچر مگه بالا ازی کلیک کنم و این دیتای ما اینجا باز علاوه میشه. این سمیر هست، انوری هست و تیچر هست. و دیگری که اگر خواستم همین دیتای ما آخرین دیتایی که اضافه میشه دی سر به باز ایره باز به دسندنگ تبدیل میکنه. ما خواه بهترش یه است که به دسندنگ تبدیل کنیم و اینجا میایم میگم order by descending ID و اینجا اگر بر بگردیم بیبی که سمیر باز دپل میایه. بهترش اینی است. خب و دیگه میگم که دیلیت هست که دیتای ما حذف میشه. دیلیت بیبی که دیتای ما حذف میشه. اگر من وارد جدول شوم تنها سمیر مانده و دیتای قبلی همون که حذف شده. و حالا ما اگر در قسمت جاب برم میره که ما از نوع نل گرفتیم. درست خوبیشی است که مگر از این جاب ها خب اینجا ببینیم تیچر هست. درست این تیچر هم از اینجا رویش پاک میکنم. روی تیچر پاک شد. اگر دوباره اینجا بر بگردیم از اینجا باز پاک میشه. خب از اینجا پاک شد. این تاثیر ازی است که من در قسمت استودنت ازی برم من بر فعلا نو تغییر برش دادم اما این تغییرات اعمال نکردم. تغییرات قبلی ازی باز اینه تا بود. تغییرات قبلی ازی آندلت کاسکید بود. این آندلت کاسکید است که ما از اینجا روی جاب پاک کردیم و یا به شکل اتوماتیک که ریلیشن داشت و هم پاک شد. از خاطر دیت مسائل که اینجا تمام نلشن نمایش بده دیتای ما پاک نشه از خاطر باز این از نوع نلیبل میگیرمش. یعنی نلیبل خب ما اینجا حالا میشه که یک کار کنم دوباره ما ایرم نشته میکنم PHP خب CLS میزنم PHP artisan migration rollback dash
استیپ مساوی میشه 1. خب اینجا میگریت هست. ببینید که یک استیپ جدول استودنت ما پاک شد و حالا من دوباره پس پیچ پرسن میگریدش میکنم که تغییرات نوعی که انجام دادیم اعمال شوه و دوباره پس پیچ پرسن صرف کنترل اس که هم ذخیره هستم. اگر دوباره اینجا برام دیتا ایجاد میکنم، دیتای احمد ایجاد میکنم، سعید آیتی باشه، ایجاد شد. میایم اینجا یک دیتای دیگه هم ایجاد میکنم به نام قسیم باشه، قسیم خان باشه و این رو از نوع دیولوپر انتخابش میکنم. یک دیتای دیگه هم اضافه میکنم به اسم خودم باشه. حالا یا من دیولوپر انتخابش میکنم و 3 دانه حالا دیتا داریم. درست اگه من در قسمت حالا بروم اینجا مگه اینی 3 دانه دیتا هست، دوتاش دیولوپر انتخاب است جاب هاش. مگه دیولوپر پاک کنم این بار دیولوپر پاک شد. اگر من اینجا رفرش کنم و ما اولا که اینجا نل نشان میده، پس اینجا باز ناگزیر هستیم که در قسمت اندکس بریم اینمی دیتای اگر دیتا داشت خوب، اگر دیتا نداشت باز بیا اینجا یک متن دیگر را نمایش بدیم. من بر فعلا خالی میگذارمش. خب آمد، بر فعلا هیچ دیتایی نداریم. پس چی میشه باشه؟ این نل هست و این نل این خوبیشی است که باز سمت باز دیتا پاک نمیشه به ما. بعدا میشه که باز در اپدیت بریم. خب این قسمت هم نل هست. پس چیکارش میکنیم؟ به صفحه ادیت میریم. صفحه ادیت میریم. اینجا این صفحه ادیت ماست، چیز خاص نیست. اگر من در قسمت بر بگردم این صفحه ادیت ما میشه. جاب اینجا یک بار دیگه آوردیمش و بعدا ویت گفتیمش جاب و فایندش کردیم. با استفاده از کمپا کردی وریبل موس فرستادیمش به صفحه ادیت. این صفحه ادیت هست و این وریبل ادیت استودنت هست و ایدیش در قسمت فرم فرستادیمش. میتونش هم که پست هست از CSRF توکن هم اینجا گذاشتیم و اینجا شون در قسمت ولیوهای هر کدامش آمدیم. باز در قسمت ولیوهای از اینا را دادیم تا به قسمت امو اینپوت های ما نمایش بدن دیتای ادیت. و اینی هم که سلکت اول هست، سلکت اول هر چیزی که بود. حالا قسمتش هم باز میایم از نوع نل من میگیرم. اگر دوباره بر بگردیم خب هنوز همی هستم. پس اینجا باز آیدی از ایران میمانه دیگه. آیدی از ایران که من چیز انتخاب نمیکنمش. حالا درست شد. برای فعلا که نل هست درست این نل هست. پس من اینجا آیتی رو انتخاب میکنم چون دیولوپر حذفش کردیم. درست این آیتی از بیبی که اینجا باز آیتی میایه و ایام که نل هست. بعدا میشه که باز حالا ولیدیشن بندی هم باز خودت بکنی دیگه. نه من یک ولیدیشن بندی میکنم این قسمت ادیت شه که همی آیدی نل وارد نشه. پس چیکارش میکنم؟ $this میگم $this validate و اینجاش هم میگم $request باز اینجا بیا اینی من تنها اینه میره ولیدیشن بندی میکنم. اینه ولیدیشن بندیش کردم میگم required. امیدوارم درست نشته باشمش. خب اینجا میام require حالا درست شد required. خب اینجاش هم میگذارم و بعدا در قسمت ادیت از این میام. باز در این قسمت پایین از این وسیله من نمایش میدم assign
error تحت نام این از جاب آیدی @sign n error و بعد اینجا همون مسیجش نمایش میده و فکر کنم که اینجا بهترشی است که من ایران داخل یک اسپم قرار بدم و اینشا میگم کلاس تکستش از نوع دنجر باشه و اینجاش هم دلار مسیج قرار میدم. اگر بر بگردم رفرش کنم اینی که نل هست درست نل هست مگه ایرم رو کلیک کنم ببین که این پیام اینجا با ما نمایش میده. خب یکی پیام اینجا ناورد پس من چیکارش میکنم پیام از اینجا کاتش میکنم دین آخر از این میندازم. خب پیام با ما اینجا نمایش نمیده. خب ببینید که تکستی دنجر جاب آیدی خب من از اینجا میوردارمش دین پایین نمایش میتونم. خب ببینیم یک بار دیگه. خب حالا درست شد. ببینید که می فیلد ریکوایر است اجازه نمیده میشه که به نیم اینایش هم ما پرتیم. خب بیام از فایلشان بندیش که امیدوارستم فهمیده باشی. خب من اینجا میایم اینه به اینجا به نیم هم اضافه میکنم به لاست نیم هم اضافه میکنم پس اینجاش باز کاما میگیریم یا هم کاما. خب درست شد. پس باز در قسمت میایم اینمی ایرم از این. خب من ایرم از اینجا باز در قسمت لاست نیمش میبریم این لاست نیم و یام که نیم میشه. خب یام نیم میشه و اگر اینا خالی باشن بیبی که یام از اولشن بندیش و اگر حالا این پر باشه یام خالی باشه بازم اجازه نمیده. خب من این انتخاب میکنم آیدی بیبی که یا آیدی انتخاب شد میشه که باز حالا کراد خودت جابشان به اکثر فعلایت خودت بسازیش دیگه هیچ کدام مشکلی نداره. امیدوارم حالا فهمیده باشیم از ریلیشنشیپ 1 to 1.